شروع روسی ترانسفرها نه همه وقت به دوستداران فوتبالی معقول است، چرا که منشأ فوتبالی بزرگترین کشور دنیایی هم کایها باز آب ندارد. ولی ما در برنامه خویش از مهمترین مطلب‌های ترانسفری دیگر بخصوص از ترانسفر 260 میلیونی کشور آمریکا هم خواهیم گفت. نوابسته به آنی که تابستان فروشکاری پرسر و صدای مسی انجام نشد، پولداران اساسی بازار فوتبالی همانا در آرمان دعوت ارژنتینی دستانند و منچستر سیتی هم بران است که در امضاکنی شرطنامه با مسی PSG خلل نخواهد رسانید. خبرها در خصوص رفتن احتمالی مسی از بارسلونا مخلصان باشگاه‌های مختلف را خواطر کرده است، چرا که دنیا با امید است میگویند ممکن یگان از مالکان پولدار باشگاهی مسی را خریداری نماید. این تنها تخیل بود و اگر اصل واقعه را بگیریم، ارژنتینی را نیم سال باز در منچستر و پاریس انتظارند و بارسا باشد دلخواه کار را انجام میدهد تا که حمله‌ور سحرآفر خویش را در دسته حفظ نماید. در همین حال منچستر سیتی هیچ شبهه به آن ندارد که در مبارزه برای مسی پاریس سن ژرمن را مغلوب خواهد کرد. انگلیس‌ها برانند که با سرمربی خویش خوسپ گواردیولا در خریداری مسی نسبت پاریسی‌ها دارای برتریت خاصه هستند، می‌نویسد دیلی اکسپرس. زمانی میان موسم تابستانی باشد ارژنتینی روی راست اقرار آمده بود که میخواهد تیم اسپانی را ترک نماید، اما جانبها اخیراً در مورد بیکار کردن شرطنامه به توافق رسیده نتوانستند. احتمال است که با انجام موسم جاری مسی کوشش نوبتی را در خصوص ترک بارسلونا نمودن میکند و با همین پولداران کلان بازاری باز هم با ارتش بزرگ رسانه‌ای خویش در گرد کامپ نو جمع می شوند. نامزدهای اصلی خرید کننده مسی تا حال PSG و منچستر سیتی بوده. بازیگر ارژنتینی باشد باشگاه را در دوران مشکل ترک می نماید. باید یادآور شد که بارسلونای مقتدر سالی پر هیچ جایزه موسمی به دست نآورد و رفتن مسی از بارسلونای بحرانی این به مثال گریز خلبان از تیاره سقوط کرده را میماند. بازیگری زرخرید ابردسته همیشه در اروپا مجروح روسیه باشد به تیم‌های اروپایی معقول شده است. عادی‌تر کرده گوییم ویلمار باریوس از زنیت زیر چشم میلان و تاتنهام افتیده است و با همین صادرات نوبتی زنیت معلوم شد. هرچند که همگان سباستیان دریوسی را فکر می‌کردند، ولی اینجا البته که گپ سری نیمه‌هایگر کلمبیایی می‌رود که در مسیر 2 سال توانست یکی از پیشوایان دسته شود. با توجه خاصه دسته‌های به مثال میلان، تاتنهام، نیوکاسل و بشکتاش نسبت باریوس با قول سامانه کلمبیایی پریمیر تیمپو ویلمار میتواند در روزانه زمستانه ترانسفری دسته پتربورگ را ترک نماید. اما بر ضمن چنین آوازها نویدها در خصوص تمدیدشوی شرطنامه با باریوس از جانب زنیت هم بسیار بوده. مهلت شرطنامه فعلی با این بازیگر 27 ساله کلمبیایی تابستان سال 2023 به انجام میرسد. در موسم فعلی باشد باریوس 15 بازی در پریمیر لیگ روسیه گذرانیده، یک پرتافت گل‌آور هم در آمار دارد. الکساندر کاکورینی هم وقت در اسپارتاک بیمار باشد باری دیگر خیالان به ایتالیا رفتن است و این نوبت فیورنتینا مایل زمستان به اجاره گرفتن فوتبال باز تا آخر موسم 2021 کرده است. طبق معلومات متا ریتینگز این حمله‌ور 29 ساله اسپارتاک امکان نوی بازیکنی در اروپا را به دست می‌آورد. نمایندگان باشگاه ایتالیایی پیشنهاد کردند که کاکورین تا آخر موسم 2021 به اجاره گرفته شود، اما با آغاز گفت و شنیدات در این روند باشد دپارتمنت ورزشی فیورنتینا با سبب‌های جدول مشکل بازی‌ها خلل می‌رساند. تیم فلورنسیا باشد عین حال در زینه 17 سری آ قرار داشته تنها با 3 خال از خانه بیرون است. باید اعلام نمود که فیورنتینا هنوز تابستان میخواست کاکورین را چون فوتبال باز آزاد خریداری نماید، اما سابق بازیگر منتخب روسیه شرطنامه از روی 3+1 با اسپارتاک مسکو نوشته کرده بود. باشگاه‌های پریمیر لیگ انگلیا به خاطر برگزیت، اگر کسی نمیداند برگزیت این از کلمه انگلیسی بریتین اگزیت گرفته شده، چون برآمدن بریتانیای کبیر از اتحاد اروپا رسما سنه 31 ژانویه سال 2020 انجام شد. دیگر امضاکنی شرطنامه کاری با بازیگران تا 18 ساله را نمیتوانند. در پریمیر لیگ انگلیا در مورد امضاکنی شرطنامه با بازیگران جوان خارجی قاعده‌های نو میبرند. به خاطر برآمدن بریتانیای کبیر از اتحاد اروپا از سنه 1 ژانویه سال 2021 باشگاه انگلیسی دیگر ترانسفر بازیگران تا 18 ساله را عملی کرده نمیتوانند.
قید کرده می شود که همین قاعده در وقتش برای ارسنال در خریداری سسک فابریگاس و اکتور بیلرین، برای منچستر یونایتد پول پوگبا و برای منچستر سیتی اریک گارسیا مانع می شد. همچنین برای تیم‌ها محدودیت‌ها در خریداری بازیکنان تا 21 ساله وارد کرده شد و با همین نه زیاده از 3 بازیکن در هر روزنه ترانسفری که کل خارجی‌ها باید دارای خال‌های معینی برای گرفتن اجازه کار در بریتانیا کبیر داشته باشند. خال‌ها باشند در اساس شماره بازی انجام داده در هیئت کشوری خود و همچنین موقع تیم ملی در رده‌بندی فیفا به دست آورده می‌شوند. خلاص که کلی چنین محدودیت‌های ترانسفری برای بهترین لیگ فوتبالی دنیایی و با کلی برای وطنی فوتبال محض به خاطر نظرهای مقابل سیاسی در مسئله برگزیت به میان آمد. فوتبالباز منتخب نیجریه انیکورو باشد هیچ پروای برگزیت هم ندارد و عموما در فکر دیگر است. این نفر به CSKA گزارش کردنی نیست و میخواهد به گالاتاسرای گزارش کند و با قول بازیکن فعلی موناکو گنری انیکورو برای گزارش به CSKA اشتیاقمند نیست. هفته قبلی خبری برآمد که ارتشی‌ها به نیم حمایتگر 23 ساله توجه دارند به نفری که باری نخست هنوز سال 2019 مراق ظاهر کرده بودند. اما این مورد خودی بازیگر نیجریوی گفته است که در روسیه بازی کردن نمیخواهد و خواهش بازگشت به گالاتاسرای کرده است. نماینده این فوتبالباز باشد با رهبری دسته استانبولی در خصوص گزارش احتمالی مزاجش ملاقات‌ها انجام دادن است. انیکورو علاقه در گالاتاسرای در موسم‌های 2018 2019 و 2019 20 برآمد نموده در صف موناکو باشد موسم فعلی همگی 4 بازی در لیگ یکم گذرانده همگی در میدان 142 دقیقه پس سر کرده است. تیم اساسی کاتالونیا در سال 2020 دچار مشکل‌های به مثال باخت 2-8 از ماشین سرخ آلمانی، جنجال‌ها سر رفتن مسی، نبود ترانسفرها در اختیار کومان و آغاز بدترین در لالیگا در 29 سال اخیر روبرو شد. مقال مردمی موی را از خمیر جدا کردن هم در چنین دوران تلخ خود جداشوی مخلصان اشدی نیل نوریپوش از چهره‌های گلار است. هرچند که رفتن بارتومئو از سر راهبری و راحتی بروقتی بر مرحله حذفی تا جای خطر را از سنگر نیلوناری پناه کردند، ولی مشکل اصلی ارتش کاتالانی این عملها سری کاری بازاری در روزنه زمستانی است. طبق نظرها بارسلونای بهره‌بر باید زمستان اریک گارسیا و منفیس دیپای را خریداری نماید و اگر چقرتر به خواهرها غوطه شویم اینجا از هالند و نیمار هم میتوان یادآوری نمود. اما مهمترین نکته این است که کرونا ویروس و قرض‌های باشگاهی از آن میگویند که ترانسفرها بدون فروشکاری نخواهند بود و بر ضمن معاش بازیکنان را نیز باید کم نمود. با در نظر داشت که چنین وضعی جای داشته بارسلونا در روزنه زمستانی می آمد 3 راه انتخاب کننده هیئت دارد. یکم لاماسیا انیخترش بارسای ب، دوم ترانسفرهای نچندان گران و سوم بازیکنان آزاد. اگر به اعتمادیت بازیکنان لاماسیا میتوان باور کرد پس از جراحت برداشتن کلیمان لنگله هم اکنون میتوان از حمایتگران مرکزی اکادمی خودی در مثال رونالد آراوخو و اسکار مینگسا به طور تجربوی استفاده کرد و اگر کلی کار به خوبی پیش رفتن گیرد پس در زمستان از برای مستحکمی خط دفاع پول هم صرف کردن مهم نخواهد بود. انتخاب وریانت دوم چون راه حلی برآمد از مشکلی این خریداری بازیگری نه آنقدر گران بر عوض ساموئل اومتیتی می باشد. نفری که سالهای نخست خوب می درخشید و با مرور زمان با سلسله جراحت‌هایش به دمبله دومی تبدیل یافت و اخیراً بارسلونا باید یا برای سلامتی کامل اومتیتی داغو باشد و یا که اریک گارسیا را باز پس بیارد. خط حمایه کناری باشد با جراحت رابرتو اخیراً تحت وصایت دست قرار گرفت، ولی با وجود دامنگیر شدن جراحت‌ها اینجا نیز میتوان یک امریکایی دیگر کانراد دلافوینت را امتحان کرد، ولی عموما باید اعلام نمود که در حالت سالمی البا و دست این نقطه باوری بخش به نظر می رسد. با در نظر داشت که مطابق شوی پیوسته مارتین بریتوی در خط حمله در این قسمت میدان بارسا مشکلی جدی احساس ندارد و مشکلات موقت به چشم میرسند. با مرور زمان کوتینیو، پدری، مسی، گریزمان و دمبله همبستگی بازی را مستحکم‌تر نموده در مورد خریداری نوین باشد تنها باید گفت که پول نیست، تنها طاقت کنید. بر ضمن حکایه‌های جالب از وضع فعلی بارسلونا و گزارش‌های شوق‌آور دیگر فوتبالی امروز ما قرار کردیم که از جالب‌ترین عمل ترانسفری در عالم بسکتبال حرف زنیم که آن هم در لیگ ملی بسکتبال در حال عملی شوی است. با طوری روشن بگیریم یانیس آدتوکومبو و باکس بزرگترین شرطنامه در تاریخ NBA امضا خواهند کرد و این هم 228.2 میلیون دلار در 5 سال است. حمله‌آور شهرت‌یار میلواکی یانیس آدتوکومبو اظهار نمود که شرطنامه بزرگترین را به
امضا می‌رساند و شرطنامه مذکور همچنین قطعنی فوری را در سال 2025 نیز در داخل دارد. با در نظر داشت قرارداد نوین ادتاکومبو با کفالت 256 میلیون دلار در مسیر 6 سال بعدی با میلواکی خواهد گرفت و با همین در 6 سال بعدی از همه بیشترین پول کار خواهد کرد. از جانب دیگر باکس می‌خواهد یانیس را به کسبیت خویش باور کناند، اما آنها با شرطنامه بازیگران دیگر رفتار بی‌عقلانه می‌کنند و احتمالاً دومین مراتب در همین زمستان. برای نگهداری ستاره اساسی دسته بزرگترین شرطنامه در تاریخ اساسات ملی بسکتبال را عملی خواهد کرد. اطلاع می‌دهد خبررسان شمس چرانیا. یانیس 26 ساله باشد از جانب باکس در درافت سال 2013 تحت رقم 15 انتخاب شده. در مسیر 7 موسم در صف این تیم حمله‌ور یونانی 20 از 1 گل، 8 از 9 بازیافت، 4 از 3 پرتافت و 1 از 3 بلاک شات در حساب میانه در هر بازی به آمار گرفته است. باید اعلام نمود که یانیس 2 مرتبه در سالهای 2019-2020 چون ارزشمندترین بازیگر لیگ دانسته شده، 4 مرتبه در بازی کلی ستارگان در سالهای 2017-2020 اشتراک کرده است. در فرصت‌های آخرین برنامه امروز همان را علاوه کردنیم که نشریه فرانسوی لیکوپه باور بر آن دارد که ممفیس دیپای اخیراً در روزنه زمستانه ترانسفری به نزد کومان می‌رود. با امید عملی شوی گزارش‌های بزرگ ما را پیگیر باشید.